assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Vatanoni aziz, uمیدوارم همه کسا خوب و سلامت هستین. امروز موضوع خطاب به چاپلوسای رحمانوف. انشاءالله محمد تقوی با سری بلند به وطن برمیگردد. درباره پیشوای اینها انشاءالله 4 مصرع شعر ایجاد کرده بودیم. این را میخونیم و بعد موضوع را ادامه میدیم. هموطنان عزیز، امام علی شیطان تو آن خونخواری، تو آن اساسگذاری 100 کشتاری، مرگت به اقربک رسید باز همان، والله قسم هم ذلیل و هم خواری. امام علی شیطان تو دلازاری، از سرزمین و مادر خود بیزاری، تو فخر مکن به رتبه دادگیت، محرومی بهشتی و به سوی ناری، محرومی بهشتی و به سوی ناری. هموطنان عزیز، این چاپلوس ها بسیار خودشان گم کرده ایستادند. اینا خیال کردند که این پیشواشان امام علی شیطان یک حیات 1000 ساله ها عمر میبیند و این ملت رو ظلم و ستم میکند. باز یک خیل جاهل و نادانش می نویسد که پدر ملت، پیشوای ملت 1000 ساله ها یعنی میلیون ساله ها عمر بینید. این خودش الکه این گپ نه منطق دارد و نه مضمون دارد که آدم بسیار اگر زندگی کند بسیار 150 180 سال زندگی میکند. اینها پیشواشان 1000 ساله شوی میگویند و میلیون ساله ها حیات بینی. این چرا نشان میده؟ این یک ابلهی و احمقی و جاهلی را نشان میدهد. هموطنان عزیز، چرا ما این شعر را الخصوص درباره این ظالمی دشمن ملت تاجیک خواندیم؟ امروز نوار یک مادر 80 ساله را من نشر کردم، میبروید با اینو فرزند نرکمانش یعنی کمک میپرسد که یک کارگری حکومت یعنی یک آدمی همین ظالمی لعنت کرده الله فرزند وی مادر رو فریب کرده است، یعنی مبلغ نداده است. وی رو دختری معیوبت برده امریکا توابت کرده میبریم. گفتم خیلی فریب کرده و مردک رو تهمت کرده پسی پنجره برده است. اکنون این معنای شعر چی هموطنان عزیز؟ که امام علی شیطان تو دلازاری، از سرزمین و مادر خود بیزاری. اگر این یک ذره مادرش را دوست می داشت و جنایتکار را پیدا کرده در نزد دوربین کشیده، یعنی در نزد نوار آورده پیش پای این مادر سرش را خم میکرد و پایهای این مادر را بوسه میکرد. اینجا معلوم میشود که این ظالم حتی به مادر خودش نه رحم دارد، نه مادر خودش را احترام دارد و نه پروای مادری که این را بسد عذاب و مشقت کلان کرد، نه پروای وی مادر دارد نه پروای دیگر مادر دارد. پس خایلیسای رحمانوف، چاپلوس ها، شما مطمئن باشد که این ظالم ما یک باره میکنیم. امروز ما هزارها از ظلم و ستم این مادر به خطا برآوردن نشر میکنیم. اینها باز میبرن ناشرمیده پیشوا میگوین، باز برآمده این را تعریف میکنن، باز میبرن این را خایلیسی میکنن. بعد محمد تقوی مجبور میشود میگوید که آب منی همین پرخوک را در چشماتان پاک کنین که این چی ظلم و ستم دارد مردم مظلومی تاجیک را. باز یک خیلاش میگوین که تو چی باید دشنام میکنی، یعنی گپای قبیح میزنی این ظالمی این بدبخت را. این گپای من حال هیچی نیست است. این گپا حال نوگی گپ است. حال 2030
اگر این مردم این خیلی خوب رو این مردم از حق حلالشان طلب نکنن رستم بیاد و ظلم و ستم زیاد شود الان خیلی رنگی محمد تقایف مردم نوار کرده حاضر محمد تقایف میگه که باید اینها را در کنشان چوب زده از دهانشان کشیده گرفت باید اینها را کوز و دم ماند باید اینها را فلان کرد این گپ ها از بین می رود سال 2030 آشکار همون چیز مردانشان را مردم از زبانشان برآورده این ظالم پلید را دشنام و حقارت میکنند با آت و اولادش و با مغول و منقیط اطرافش بعد این یک بود دویم بود این که حالا این دشنام های محمد تقایف این را یعنی سخت گم میزنه که شما بیناموس ها شما بشرف ها شما دشمن های ملت تاجیک شما به خاطر 4 پچکرالتان کنتان را فروختگی ها بیدار شویتان یک تیک تاک و این مادرین آشکار نعوذن بالله غمنیت این مادر به خطا علاقه جنسی را اجازت داده است که اونجا به یک گپ و یک چپا رفته است که تلخکف میشوی شما پرخوک به مراجعت کنن که پیش راه این کارهای گیرد که تمام نسل نورس را این حرامزاده میخواهد از بین برد بیناموس و بشرف کند شما ناشرمیده امروز میبرویم مقابل محمد تقایف که از جای شما حرامزاده های بشرف پشتیبان مادر و خواهر و دختر شما را دارد میبروین باز اینجا مقابلی من گم میزنین و مقابلی من خائنیاتان و مقابلی من دشمنیاتان را نشان میدین محمد تقایف انشاءالله الرحمن با سری بلند به وطن برمیگردد انشاءالله این روزا نزدیک است شما پلیدهای مادر به خطا شرمنده خواهید شد پیشواتان امروز در کل جهان شرمنده شد 20 سال این مردم را ترسان که طالبان میدارن ما را قتل میکنن گوشی فلک را کر که آنها میدارن ما را میکشن امروز میرزا دکه که خایلیسش را فرستانده است رفته است طالبان به جامعه تاقی میپوشاند این خیال میکند که طالب ها این را میبخشند این ظالم رحمانوف خطاب به تو این هرگز و هرگز قبول نیست این حساب نیست میرزا دکک رفته اونجا خایه های طالب های لیستنش باید تو 4 قط شده باید در نزد پای طالبان غلطیده با آنها از آنها بخشش پرسی تو بعد اون وقت طالبا شاید غضبشان پس شود و تو را بخشند این کار شوخی نیست 25 سال 20 سال یک گروه را تو آنقدر تهمت و بهتان زدی اون را نوارتش نشر کردیم تو شرم نمیکنی تو با کدام آبوره فردا با طالبا روبره میزنی از ظالم مردم تاجیک را تروریست و اکستریمیست به مثل همونها گناهکار کردی روزی بزانو زده پیش پای مردم تاجیک سر خم کردنت خیلی نزدیک است ظالم بدبخت دشمن ملت تاجیک تروریست تو میباشی تروریست حرامزاده مادر به خطا تو میباشی که این ملت را خار و زار و در بدر و خاک بسر کردی امروز ملت تاجیک را در زیر پای روسهای حرامزاده اجنبی گذاشته که آنها این ملت را آنقدر جبر و ظلم میکنند تو ناشرمیده برآمده ما را تروریست میخوانی آدم هایی که تروریست گفتی آدم هایی که تهمت و بهتان زدی امروز خواهی لیسانت میروند و 4 قط زده آنها با جامعه و طاقه میپوشانند تو خیال میکنی طالب ها اینا قبول کردن باید تو 4 قط شوی باید تو در نزد طالبا کوز استی امام علی شیطان اینا مطمئن باش هرگز و هرگز طالب دشمن الله دشمن رسول الله دشمن برادر مسلمانش را
هرگز و هرگز پشتیبانی و دستگیری نخواهد کرد. آن روز و ساعت نزدیک است که طالبان با همراهی جوانمردای تاجیک افغانستانی شیرمردای تاجیک را قبول میکنند، بر ضد شمال ظالم ها آنها را آماده میکنند. شما توده افباش سرنگون و نیست و نابود خواهید شد. این روزها خیلی نزدیک است. ما مردم افغانستان را با حکومتی که آمد 4 سال برای مردمشان خدمت کردن، 24 ساعت برای مردمشان برق دادن، باز چندین کارخانه ها باز کردن، باز حتی ماشین برآوردن، ما افتخار میکنیم. ما احسن و آفرین میگوییم که 31 سال خدمت این ظالم گویا برباد رفتگی است. 4 سال خدمت شما، 31 سال خدمت این ظالمی دشمن ملتی تاجیک را به یک نول زد. هموطنان عزیز و مردم شریف افغانستان، ما دستامو بالا که شما در حقیقت مردمتان به خدمت کردین، شما برق بردین، شما مردمتان را جای کار به تامین کردین. شما باز ما خبر داریم که توربه کلانترین گاز را در افغانستان اجازت دادین که با زمین های شما یعنی گذشته طرف خیتای و دیگر دولت ها را بعد به خاطر برق گاز افغانستان ارزان شدن و برای همه مردمتان تأمین کردن، این کار را برای خلقتان کردن. ما خیلی افتخار میکنیم. این چاپلوس ها، این خایلیس ها، این دشمن های ملت تاجیک با نام نادر پنشری و با قبر پنشری و دیگر برآمده طالبان را آنقدر گپ‌های بی‌زب میزدن. شما در کجایید؟ شما چرا مقابل طالبان گپ نمیزنید؟ پیشواتان در نزد طالبان کوز ایستاد به همین خاطر که همه دم به درون شدید. با کنش این ظالم جواب میگوید با این تهمتاش، با این بهتاناش. طالبان اگر جنگ هم کرده باشند مقابل دشمنشان جنگ کردن، مقابل شخصانی که میخواستن که بدین آنها خلل رسانند، بر ضد آنها جنگ کردن. لیکن قتل و کشتار رحمانوف 100 برابر زیاد از طالبان است. طالبان دشمنشان را نیست کرده باشند، رحمانوف ملت خودش را نیست کرد. 600,000 تاجیک را این قتل کردگی است. امروز میبراید ناشرمیده این ظالمی بدبخت مادر به خطا را پشتیبانی میکنه. شما دشمن های ملت تاجیک، خائن های ملت تاجیک، انشاءالله رحمان پیروزی ما نزدیک است. شما حرامزاده ها رنگ پیشواتان شرمنده و رد معرکه خواهید شد. این را فراموش نکنید. ما حتما پیروز میشیم. ما حتما این ملت تاجیک را، این مردم مظلوم را انشاءالله رحمان از جبر و ظلم رحمان و فی مادر به خطا نجات میدهیم. بسم الله الرحمن امروز شما میبرین ناشرمیده ظلم و سیستم این ظالم را، آنقدر مادرها را نشر کردیم، آنقدر بی برقی را نشر کردیم، آنقدر غصب کرده مال و ملک مردم را گرفتن را نشر کردیم. شما حرامزاده های خایلیس ها، شما چاپلوس ها باز میبرین بر ضد ما، به طرف ما سنگ میپرتین. باز ناشرمیده میگوین که از دور شما یعنی دولت و ملت ما رو سنگ پرتایی کرده. این پرخوک مادر به خطا دولت و ملت تاجیک نیست. این یک خر تجاوز کنی الکش حرامزاده است که 35 سال باز این ملت را جبر و ظلم دارد.
ما میخواهیم که از جبر و ظلم و ستم این ظالم مردمی سربلند تاجیک را رها کنیم. شما خائن ها، شما دشمن های ملت تاجیک، شما چاپلوسایی که امروز میبروین ناشرمیده ما را خائن میشمارین و بیوطن میگوین. بیوطن نیست غریبی که کند یاد وطن، در وطن بوده به یاد وطن بیوطن است و بیکفن است. شمال و رحمانوف حرامزاده بیوطن و بیکفن میباشند. شما دشمن های ملت تاجیک، شما خائن های ملت تاجیک، شما تا کی اینا پشتیبانی میکنین؟ تا کی شما این را دیده و دانسته سبحان الله آنقدر ظلم و ستم را دیده باز این را پشتیبانی میکنید و مردمتان را عذابش را نمیبینید؟ من مطمئنم شما خایلیس های کنفروش اگر همین پرخوک رحمانوف رود بالای مادرتان براد اکنون وزنم غلطد، شما به دو چشمتان میبینین باز میگوین که نه و پدری خودی من بود. رحمانوف در دیگر خانه بود و پدری خودی من بود میگوین، ولی میبینین که اول رحمانوف مادرتان را تجاوز دارد باز میگوین که نه و پدری خودی ما بود. حالا که پدرتان را احترام ندارین، حالا که میبراین در حق ما تهمت میکنین که تو آخی پدر گفته. این مادر به خطای پرخوک آخی پدر رفته پدر ما را مجبور کرد و سگهای وفادارش ظلم کردن که تو پدرت را آخ کن گفته. ولی من از برادری سهراب عادلیان سوال کردم که برادری عزیز همین خیل شده که همین کار چه خیل است؟ اون آدم جوابی شما آخی پدر را گرداند. باز شما ناشرمیده خایلیسا مرا طعنه میزنین که تو آخی پدر گفته. الحمدلله من نه آخی پدر هستم نه آخی مادر هستم. من تا امروزه پدر و مادرم را احترام دارم. اگر چقدر زورم رسد کار یا با کار کنم برای پدر و مادرم خدمت کرده ایستادم. آقی پدر شما هستین که یک آقی پدری پدر نامعلوم را پشتیبانی میکنین. شما حرامزاده ها، شما بیناموس و بشرف ها، شما دشمن های ملت تاجیک فردا در نزد الله چی جواب میگوین؟ آنجا فریب تقل در چشم مردم خاک زدن نیست. حرامی ها آنجا امیدواری دو پچکر رالتان شدن نیست. آنجا در نزد الله شما رنگ سگ جواب خواهیم گفت. رنگ سگی که سال از ماه 12 یک حرامزادی دشمن ملت تاجیک را پشتیبانی کردن و کللیسی کردن و خایلیسی کردن. آنجا در نزد پروردگار خیش جواب خواهیم گفت. شما حرامی ها تا که این مردم را در چشمش خاک میزنین؟ یک توده اوباش حرامی دیگر تمام ملت ما همه ما را احترام دارد، همه با ما در تماس است. همه میگن که محمد تقایف ما دل ما برای تو خیلی میسوزد که تو از بحری تمام این نزدیکانت برآمدی و این مردمی خوابیده را در گوش فیل خوابند میبرای پشتیبانی میکنی هیچ اینها بیدار شوند. ولی شما حرامزاده ها، ولی شما مادر به خطاهای خایلیس من نمیدانم از کدام قبر پیدا شدین با چهره برآمده بر ضد محمد تقایف شما مقابلت میکردین. والله بالله تالله اگر یک دنگم ازدم من پدر لعنت ترین انسان بودم. شما از تگ پرده خایلیسی میکنین. خایلیس رحمانو باید آشکار باشد. برآمده خایه های رحمانو فلیست، نه اینکه از تگ پرده روز شود و با خبر است که روزی کوز ماندنی پیشابشان نزدیک آمدگی است از ترس کنشه چهرش را نشان نمیدهد. به همین خاطر ملت تاجیک باید این حرامزاده ها را شما در همون جاشان شنانین که وقت از آن یک کس را تهمت میکنن بهتان میکنن باید ملت سربلند تاجیک طلب کنن که تو کیستی، نامت چیست، تو از کدام گروهی، تو وظیفه‌ات چیست. باید این سوال ها را دید. در ویدیو اونجا کامنت ننویسین رنگ این احمقا که ها این خائن ملت، ها این دشمنی ملت. سبحان الله. الله لعنتتون کند
حرامی های دشمن های ملتی تاجیک. شما خیال کردین یه حیات هم که میرین بشار اسد کجا شد؟ آنقدر نفت داشت، آنقدر گاز داشت، آنقدر بنزین و آنقدر سلیرکه و آنقدر سوزشواری داشت. کجا شد بشار اسد؟ این پرخوب که شما در طول 35 سال یک دندان کاوک نبرآورده است، باز برآمدن ناشرمیده خواه لسانش نشر میکنن که با پهپادهای یعنی تاجیکی ما قاچاق برای افغان را زدیم. شما حرامزاده ها شرم نمیکنین؟ در چشم این مردم خاک میزنین. حتی یک بوتولکی پلاستماسی شما نبرآوردین. شما پهپاد را چه برآوردین؟ الله لعنتتون کنه. تا کی فریب؟ تا کی این مردم را در چشمش خاک میزنین؟ این مردم انشالله رحمان آماده شده ایستادند. روز سرنگونی پرخوک رحمانوف خیلی نزدیک است. ما انشالله رحمان حتما پیروز میشویم. محمد تقایف با سری بلند به وطن میگردد. این ملت شریف مرا در فرودگاه پایتخت تاجیکستان پیشواز میگیرند. این را مطمئن باشین. خواه لیسا شما اگر مرد میبودین آنقدر تهمت و بهتان را نمیزدین. به خاطر دو پچکر رالتان، به خاطر نفس حرامتان میبرامدین شما آشکار میگویدین که فلانی همین کار کرده بود، همین جنایت کرده بود. یعنی نزدیکانش، یعنی خیش و تبارش و فرزندانش و دیگرش این کاره بودن. مردک هست در بین پادا همون چیز هست. برای اینکه آشکار گپ زنین. بعد ما شما رو شناسیم که بعد شما حرامزاده ها را آگاه کنیم که اول گریبان خودتان را بکنین. خودتان فاحش هستین، خودتان خایلیس هستین، خودتان دزد و غر هستین، خودتان پیروی پیشاب ملتی تاجیک هستین. امروز خیال میکنین که محمد تقایف و نزدیکان محمد تقایف رنگ اولادی فاحشه شما باشه. هرگز نه. هرگز این تهمتاتان نمیگذرد. این را فراموش نکنید. ما الحمدلله رب العالمین، ما بندگانی بهترین پروردگار خویش هستیم. برای اینکه ما از الله میترسیم. ما هم تهمت نکردیم، بهتان نکردیم. من هم میبرامدم میتوانستم گویم که فلانی زنش این تو بود و فلانی اپش این تو بود و فلانی خواهرش این تو بود. این را من گفتم میتوانستم، ولی من تهمت نمیکنم. ولی از فاحشه بودن رحمان و اولادش من یگان شکی ندارم. این توده اوباش، این اولاد حرامزاده، گدازاده، نادیده ناخورده در حقیقت فاحشه هستند که این ملت را میخواهند که عیناً رنگ خودشان کنند و آبروی ملت بزرگ تاجیک را ریزانند. الکی ریزانده ایستادند، ولی جوانمردای تاجیک خاموشند. و مثل محمد تقایف اگر 10 نفر تاجیک براد، این توده اوباش کو دست و پا خورده میشوند. کو یک مادر تاجیک را، کو یک خواهر تاجیک را برارد در نزدش کنجمانی کند، در کنش چوب زده از دهانش کشیده میگیرند. ولی این جوان مردان نفس همین دنیا رو انتخاب کردن. متاسفانه خفه نشویتان. به خاطر زن و فرزنداشان، به خاطر خویش و تبارشان همین دنیا رو انتخاب کردن. ولی محمد تقایف تا هست، تا دلش از تپیدن باز نماند، پشتیبان مادر و خواهر و دختری شما است. این را فراموش نکنید. برای اینکه من تاجیکم و افتخار میکنم که اولش من مسلمان هستم، بعد تاجیک هستم. این را فراموش نکنید. همون جوان مردایی که شما مرا نوارما پیگیری میکنید، مرا تشکر می نویسید، احسان می نویسید، شعری نر می نویسید، خواهش میکنم این گپاتون در کار نیست. من یک برادری کوچک شما هستم. یک چیز را فراموش نکنید. وقت از آنه که با همون عائلتان، فرزندانتان یعنی طعام میخورین، نصف روزی یا بگاه یا صبح، شما
کم در فکر کنید وقتی همون طعام خوردن که محمد تقایف هم میخواهد که در نزد فرزندانش باشد، در نزد پدر و مادرش باشد، با آنها یک جای طعام خورد. جوانمردی بننگ و ناموس از گلهش در میماند همون خوراک. باید بیدار شویتان. ما یک بار تولد شدیم، یک بار با سری بلند باید ما این عالم را پدرود گوییم، نه اینکه رنگ چاپلوسا، سرخم، شرمنده، سیاه را از سفید فرق نکرده این دنیا را پدرود گفته در روز قیامت با این پرخو خستن، این کاری شرمندگی و ردی معرکگی است. باید شما بیدار شوید. باید شما این گپایی که من گفتم خیلی جان دارد، باید ننگ و ناموسی تاجیکی رو بیدار کنید. باید شما از ظلم و ستم این ظالم با ما یک جای شوید، مخالفای دستگیری کنید. احسن و آفرین به اون برادرایی که در حقیقت به خاطر الله مرا دستگیری میکنن، مرا زنگ میزنن، مرا گپای بهتری میزنن. من افتخار میکنم که آن جوان مردایی که در بر رحمانوف کار میکردن، آنها یعنی افسر بودن، آنها افسری همین رحمانوف بودن، ظلم و ستم این را دیدند و کارشان را بس کردن. من آنها با احسن میگم. انا هم خیلی جوان مردا خیلی کمن، نام و نسب آنها را من متاسفانه نمیگیرم، برای اینکه اون برادرها با من رو پروشتگی هستند. در حقیقت آنها جوان مرد هستند. من افتخار میکنم. پدر و مادرشان با هزار رحمت. جوان مرد باید انا هم خیلی باشه. من اکنون آشکار نمیکنم که اون آدم ها چقدر مرا دستگیری کردن، من چقدر مشکلی داشتم. این رو من آشکار نمیگویم، برای اینکه این بین ما میماند. ولی باید جوانمرد انا همیشه شود. ولی باید جوانمرد در حقیقت مرد باشد، نه اینکه رنگ نامردا، رنگ زارا، رنگ دیگر ظالم ها شرمندوار این عالم را پدرود گوید. الحمدلله رب العالمین. به همین خاطر من امید دارم که این جوانمردای تاجیک بیدار میشوند انشاءالله الرحمن. ما این ظالم را سرنگون خواهیم کرد. یک چیز را فراموش نکنید چاپلوسا، یگان نفری تو بخشیده نمیشوید. حتما پسی پنجره خواهید رفت. به همین خاطر شما خائن های تهمتگر نمیخواین که چهرهتان را آشکار کنید و مقابل محمد تقایف یعنی بیجنگید. برای اینکه شما خوب میدونید که خوب درک کردگی هستید که این ظالم به زانو زدگی است. شوهری بینیکاش ولادیمیر پوتین تا گردنش را در بطلاق غوطیدگی است. این با نه یراق روان کرده میتواند، نه این را دستگیری کرده میتواند. حتما 8.5 میلیون تاجیک و تاجیکستانی این ظالم را ما به زانو میشنانیم انشاءالله الرحمن. مطمئن باشین چاپلوسا، مطمئن باشین که روزی جواب خیلی نزدیک است. شما حرامزاده ها، شما دشمن های ملت تاجیک، در حقیقت چشماتون کور است که نمیبینین که آنقدر با فکت و دلیل ما برآوردیم، ظلم و سیستم این پرخوک را نشر کردیم. شما باز ناشرمیده، دشنام، حقارت. بار دیگر تکرار میکنم، دشنام و حقارت شما زیب ندارد. وقت از آنه که شما موش مرده ها از تگ پرده دشنام و حقارت میکنین، محمد تقایف با چهره آشکار میبراید همون دشنام های شما اتوید میتد. من باوری دارم که این مردم در حقیقت مرا دستگیری میکنن، ولی این دشنام و حقارت کاری خوب نیست. ولی شما اول مرا دشنام میکنید. نوارای من هزاران مردک میبیند، هزاران خواهر و مادر میبیند.
چرا آنها را من تشنام نمیکنم؟ چرا آنها را من حقارت نمیکنم؟ برای آنکه آنها طرفداری حق هستند. آنها حق را انتخاب کردند، نه اینکه رنگشون حرامزاده ها باطل را انتخاب کرده باشند. انشاءالله رحمان مردم سربلند تاجیک پیروزی نزدیک است. در آخر 4 مصرع شعر درباره این خایلیسا میگوییم و انشاءالله صحبت را انجام میدیم. هموطنان عزیز، فیغان و داد و فریادی بلندی خایلیسانش، و پیش پوچ خالی و لبندی خایلیسانش، فیغان و داد و فریادی بلندی خایلیسانش، و پیش پوچ خالی و لبندی خایلیسانش، حیاتی عمری بربادی نه چندی خایلیسانش، به چاه میزند روز سمندی خایلیسانش، به چاه میزند روز سمندی خایلیسانش. یک خیل منطقه های تاجیکستان شاید ندانند که لبند چی معنی داره. لبند یعنی تنبل. هموطنان عزیز، امید دارم که فهمیدین. امید دارم انشاءالله رحمان این ملت بیدار میشن. پیروزی نزدیک است. السلام علیکم.